بسم الله الرحمن الرحیم. خب امروز به قسمت دوم از داستان ابوالعاص ابن ربیع رسیدیم، داماد پیامبر خدا صلی الله علیه و سلم، همسر زینب رضی الله عنها، دختر رسول خدا صلی الله علیه و سلم. و به اونجا رسیدیم که ابوالعاص ابن ربیع در جنگ بدر به اسارت مسلمانان در اومد و اسیر شد. و گفتیم پیامبر خدا صلی الله علیه و سلم هم دستور داده بود که برای اسرایی که اگر کسی میخواد آزاد بشه از 1000 درهم تا 4000 درهم با توجه به وسع هر خانواده‌ای که مثلا بودن فقرا کمتر، ثروتمندان بیشتر، بگیرن و این اسرا آزاد بشن. حالا برخی هم گرفته بود پیامبر برای آموزش و اینها که دیگه هر کسی در همون شرایط بود. و از زمان هم اینگونه شد دیگه، بالاخره فرستادگان مکه بین مدینه و مکه رفت آمد میکردن، اموالی رو می آوردن و اسیران خودشون رو آزاد میکردن. در این بین دختر پیامبر خدا زینب رضی الله عنها هم و از طرف خودش نماینده رو به مدینه فرستاد و این مقداری هم دارایی بفرستاد که در اون دارایی همسرش ابوالعاص ابن ربیع چیکار بشه؟ پیامبر آزاد بکنه. چون چیزی نداشت، یکی بالاخره مقداری قلاده یا زنجیر طلایی چیزی داشت که مادرش ام المؤمنین خدیجه رضی الله عنها بهش هدیه داده بود شب عروسیش، همین رو با اون نماینده فرستاد که این شوهرش آزاد بشه. وقتی اون نماینده اومد، رسول خدا صلی الله علیه و سلم تا چشمش به این زنجیر افتاد، چهره پیامبر مقداری دگرگون شد، ناراحت شد، اما اندوه وجودش رو گرفت و دلش به حال دخترش رحم اومد و رو به یارانش کرد، گفت که نگاه کنید دختر من این رو فرستاده برای اینکه شوهرش آزاد بشه، اگر اجازه میدید هم اسیرش رو آزاد بکنیم و هم این زنجیر طلایی چیزی که فرستاده بهش برگردونیم. پیامبر ببین نگاه کنید، نگاه ها رو داشته باشین، واقعا عدالت و نگاه که پیامبر خدا صلی الله علیه و سلم داره اجازه میگیره از یارانش. رسول خدا صلی الله علیه و سلم میگه اونها هم گفتن یا رسول الله این چیزی که سبب خوشحالی شما بشه، سبب روشنی قلب شما بشه، چرا ما اجازه دادیم؟ ما هم راضی هستیم. این بود که پیامبر خدا صلی الله علیه و سلم دیگه وقتی که این حرفو زد اونها هم قبول کردند و این گونه بر جواب دادن. پیامبر خدا صلی الله علیه و سلم اما یه شرطی گذاشت، گفت نگاه کن ای ابوالعاص، من تو رو آزاد میکنم، این همون چیزی که دخترم فرستاده، اما وقتی رسیدی بدون اینکه درنگ بکنی و صبر بکنی دختر منو بفرست به طرف من، تو دیگه حق نداری با دختر من زندگی بکنی. ابوالعاص وقتی به مکه رسید بلافاصله به اون عهدی که کرده بود وفا کرد، به همسرش گفت آماده بشو برای اینکه تو بفرستم پیش پیامبر خدا صلی الله علیه و سلم بری و نمایندگان پیامبر خدا صلی الله علیه و سلم هم منتظر تو هستن. زید ابن حارثه و یه چند نفر دیگه از اصحاب بودن، در مکانی دورتر از مکه هستن، تو رو به اونجا میرسونیم، تو اونجا باش، با برای وسایلات آماده کن، تو رو با برادر خودم عمرو ابن ربیع میفرستم که همراهت باشه تا تو رو به اونها برسونه. عمرو ابن ربیع هم آدم جنگاور و ورزیده و شخص شجاعی بود. بالاخره عمرو ابن ربیع هم کمان خودش رو آماده کرد، نیزه هاشو آماده، میگم تیرهای خودش رو آماده کرد و روی دوشش انداخته و زینب هم رو در روی شتر قرار داد و اینها از مکه روز و روشن خارج شدن در برابر چشمان قریش. قریشی‌ها که این صحنه رو دیدن غیرتشون به جوش اومد، عصبانی شدن، گفتن قبل از اینکه اینها دور بشن از مکه این یکی به این یکی گفت دیدی چیکار کرد؟ ربیعه ابن عمرو ابن ربیع برادر ابوالعاص دختر پیامبر رو برداشت جلوی چشمای ما، با کمال جسارت برداشت و رفت و این یک توهین بزرگی ما بود. اینی که این عصبیتشون تحریک شد، گفتن قبل از اینکه از مکه دور بشه بریم بگیریمشون. این بود که اینا رفتن و در یک موقعیتی جلوی اونها رو گرفتن، جلوی عمرو ابن ربیع رو و زینب دختر پیامبر خدا صلی الله علیه و سلم رو. حتی نقل شده که یک فردی هم به دختر پیامبر خدا صلی الله علیه و سلم حملاتی رو انجام داد، چون دختر پیامبر هم باردار بود که حتی بیم این میرفت که ایشون فرزندش سقط بشه، یعنی مثلا از فرزندش از دنیا بره به عبارتی. در هر صورت اما عمرو ابن ربیع تیر در کمان گذاشت که اگر شما بخواید نزدیک بشید یکی که شما رو خواهم زد، تا جایی که در توان دارم، من مأموریتی دارم. بالاخره درگیریشون بین اینها شده بود. در این لحظه ابو سفیان اومد گفت نگاه کن یک داستانی رو بهت میگم، میدونم که جنگی بشه شما هم موفق نمیشید، ما هم کشته خواهند شد، اما این کاری که تو کردی که جلوی چشم عرب برداشتی دختر پیامبر رو داری روز روشن میبری، این برای ما یک ننگ و عاره.
فردا همه میگن نگاه کنید چقدر اینا خار و خفیف و ذلیل شدن که دختر پیامبر رو برداشتن روز روشن از جلوتون بردن، شما هیچ کاری هم نکردید. بالاخره خب جنگ بد بود که سینه‌های دلهای اینها پر از کینه و عقده و اینها هم شده بود بعد از این جریان. بیا یه کار کن، تو برگردون زینب دختر محمد صلی الله علیه و رو در مکه، بعد که این سر صداها خوابید پنهانی یواشکی به دور از چشم همه ما دوباره این رو چیکار کنید؟ به نزد پیامبر خدا صلی الله علیه و بفرستید. تو اونا که نمیگفتن پیامبر خدا، ما میگیم پیامبر، به مدینه بفرستید و دیگه هم سر صداها بخوابه هم اختلاف حل بشه. خب عهد و پیمان که دیگه خب بین اینها بود دیگه، اون هم قبول کرد، گفت خب فکر خوبیه، کار دیگه فعلا نمیشه کرد، مصلحت بر اینه. این بود که دیگه برگشتند و زینب رو در مکه و در خونه خودش. اما بعد که مقداری زمان گذشت و روب شد، در تاریکی های شب آوردن زینب رو رسوندن به زید بن حارثه پسرخونده پیامبر خدا صلی الله علیه و آله که دیگه بعد که دیگه این بحث پسرخوندن برداشته شده بود و این بود که زینب دختر پیامبر به مدینه بازگشت و عملاً به اون چه که گفته بود، به اون سخنی که گفته بود وفا کرد و به راستی عمل کرد. اما ماجرا همینجوری تموم نشد. ابوالعاص همچنان تو مکه بود و از همسرش دیگه دور شده بود، از زمان هم طولانی شده بود، چند سال بود که دیگه اینها بین اینها فاصله و دوری بود، تا اینکه قبل از اینکه فتح مکه رخ بده، گفتیم داره کاروان تجاری بود، ایشون در یک کاروان تجاری به سمت شام میرفت که در هنگام برگشت که وقتی برمیگشت که اموال تجاری رو می آورد، این اموال تجاری و کاروان رو توسط یک سریه یا یک سپاهی از سپاهیان اسلام اینها دستگیر شدن، به اسارت گرفته شدن. اما ابوالعاص ابن ربیع از این تونست فرار بکنه و خودش پنهانی به رسول خدا صلی الله علیه و آله برسونه، به شهر پیامبر. اما چه کار کرد؟ در تاریکی های شب رفت وارد خونه دختر پیامبر شد، وارد خونه زینب شد و گفت منو پناه بده که ما به اسارت در اومدن، کاروان من همه پناه در اومدن و تو منو پناه بده که تو میتونی منو پناه بدی. خب ماجرا گذشت، چون شبانه پنهانی اومده بود. فرداش که شد نماز صبح، پیامبر خدا صلی الله علیه و آله وقتی بلند شد که در محراب و نماز بخونه و تکبیر گفت برای نماز و همین که تکبیر رو پیامبر گفت، تا میخواست چیز کنه زینب فریاد زد از میان جمعیت زنانی که اونجا بودن، گفت ای مردم، من زینب دختر محمد هستم، ابوالعاص پسر ربیع رو من پناه میدم، به عنوان یک مسلمان در پناه خودم قرار میدم. پیامبر خدا صلی الله علیه و آله دیگه هیچی نگفت. نماز که تموم شد پیامبر سلام داد، رو به مردم کرد، گفت شما شنیدید اون چیزی که من شنیدم؟ گفتن بله یا رسول الله. گفت قسم خدا، قسم به کسی که جان من در دست اونه، من از این کار دخترم هیچ خبری نداشتم. اما شنیدید شما اون چیزی که شنیدید، همونگونه که یک مسلمان کسی رو میتونه تحت پناه خودش قرار بده. یعنی این قانونی بود که وجود داشت. این بود که پیامبر خدا صلی الله علیه و آله به خونش رفت، به دخترش گفت که اکرام بکن ابوالعاص رو و این رو بدون که تو بهش حلال نیستی، چون اون مشرک هست و ایمان نداره. در هر صورت از اون طرف هم خواست که دیگه اون سریه‌ای که اونها رو دستگیر کرده بودن، اون کاروان رو، بهشون گفت نگاه کنید این مردی که شما میبینید، میدونید دیگه اموالش رو هم گرفتید، اما اگه نیکی کنید اینو رها کنید اموال رو بهتره، چرا که اون امروز در ذمه خدا هست و همون گونه که شما میدونید حق هست این که ما این رو بالاخره تحت حمایت خودمون قرار بدیم. گفتن یا رسول الله هر جو شما سلام میدونید ما اینها رو برمیگردونیم بهش. خب حالا اینا رو بهش دادند و بعد بهش گفت نگاه، پیامبر خدا صلی الله علیه و آله گفت نگاه کن، تو یک شخصی هستی که بالاخره جزو بزرگان قریش هستی. همسرش هم بهش این حرفو زد، زینب تو پسر عموی رسول خدا صلی الله علیه و آله هستی، تو داماد پیامبر هستی، برای تو بهتر اینه که تو مسلمان بشی و از این شرایط که بالاخره هستی رها بشی، مال و داراییت هم بهت میدیم، از این بهره مند بشو، همینجا بشین تو مکه زندگی بکن. البته ببخشید من از زبون زینب گفتم یا رسول الله، از زبون همون مردمی که اونجا بودن، همون مسلمانایی که در مدینه بودن، گفتن تو بالاخره این موقعیت رو داری، مسلمان بشو، این دارایی و اموالم همه پیشت هست، اینجا بهره مند بشو، مال خودت دیگه، جنگ هست و تو هم مسلمان شدی، به اسارت گرفته شدی، اینجا پیش ما بمون و این کار رو بکن دیگه، چی میخوای دیگه از این شرایط بهتر؟ گفت نگاه بکنید این دعوتی که شما برای من میکنید دعوت خوبی نیست، من نمیخوام با قدر خیانت رو به اسلام بیارم. گفتن خب چی کار باید بکنیم؟ گفت دیگه من همین که هست، من اینجوری اسلام رو نمیپذیرم. بعد ابوالعاص برداشت این کاروان رو به سمت مکه رفت. وقتی به سمت مکه رفت
تمام دارایی هایی که دستش امانت بود یکی یکی به همه داد. وقتی که کار تموم شد که دیگه هیچ دینی به گردنش نموند، رفت در بین قریشیان گفت نگاه کنید، من به اون حقوق شما وفا کردم، امانت شما رو به شما برگردوندم، اما آگاه باشید که اشهد ان لا اله الا الله و اشهد ان محمدا رسول الله، و این رو بدونید که قسم به خدا من اسلام رو اگر در مدینه نپذیرفتم، نه به خاطر از ترس بود یا اینکه شما فکر کنید که میخوام مال و دارایی رو بکشم بالا، فقط برای اینکه ذمه شما به گردن من بود و امانتداری بودم، باید من این امانت رو انجام میدادم. اینجا بود که ابوالعاص ابن ربیع اومد پیش رسول خدا صلی الله علیه و سلم، پیامبر همون رو اکرام کرد و دوباره به همسر خودش ملحق شد و زندگی خودش رو شروع کرد. پیامبر خدا صلی الله علیه و سلم هم در مورد ایشون گفت که بله سخن گفت و سخنش راست بود و وعده داد، هم به وعدش هم عمل کرد. و این نکات خیلی مهمه، یعنی ما گاهی صحنه ها رو میبینیم، این صحنه های تاریخی برامون یک مواردی رو پیش میاد که واقعا گاهی متوجه نمیشیم چه اتفاقی افتاده، رنج هایی رو که دیدن، رنج و مهنتی رو که زینب دختر پیامبر کشیده، حالا چه در زمان دوریش از پیامبر، چه در زمانی که به عنوان یک مسلمان کنار پیامبر خدا صلی الله علیه و سلم هست، چه زمانی که از همسرش جدا میشه و همسرش در سپاه مخالف است، چه مسیری رو که اینها در زمان هجرت داشتن، و همه اینها نشان دهنده یک شرایطیه که چه خوبه که ما هم بهش بنگریم و با دقت نگاه بکنیم، ازش عبرت بگیریم. تا روز دیگه و درس دیگه از یاران پیامبر خدا صلی الله علیه و سلم، شما عزیزان رو به خدای بزرگ و مهربان میسپارم. خدا یار و نگهدارتون.